عزیز خواهش میکنم ویدیو کوتاه کم که خرم نیست از شما خواهش همین ویدیو را لایک کامنتر شپا کنه و کدام در انتریوس نی خانه داره انتظار شد پول تماشا کنی خانه را با دقت خانه سه در خانه با وانه و دوش قالین پلاس همش پلوس این یک هکتار زمین در 900,000 خلاص اگه زبان شبیه با ارزان تاتون میکنه ویدیو را پاک کنه ان شاء الله تا که مردم تماشا کنه. السلام علیکم و رحمت الله. تماشا میکنیم. خب ویدیو بعد دوستان عزیز چند روز پیش در همون شهر صفون و کردگی سمالینسکی اوبلاست 320 کیلومتر از مسکو دوره در همجا کردگی دوستان ما خیلی دیرتر پرتفتیمش با همون خاطر دستگیریش کنیم ما خودمون یه شهر دیگه میریم. خدا نگهدار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز کمتر بارون برفای اهمیت نتی امروز قرار داریم با در شهر صفون و خدمت که اسپید نکردی خانه پیشکی ماندن میگفته این قیمت یاتش 11 میلیون بود گفته قیمت خیش 500 گفتیم الحمدلله در 420 فروختیم 420 طرف نرخ نواش الحمدلله. باز یک خانه دیگه سه خانگاه با کوخنی و نفنه همش در درونش با تمام صنعتش ان شاء الله از نشون میتیم. میدونه چند قدر ساتیق زمین داره؟ در کمیتال نه 40 ساتیق داره. اصلیش یک هکتار دیگه دودگیشان طولی چند قدره؟ بیشتر 20 روک یک هکتار زمین دیگه دادیانش که استفاده بر یعنی 40 خطی او وای آبشی یک هکتار میشه و میتونه استفاده بری ها من همش ان شاء الله نشون میتیم. یعنی پس اکران ببینید دوستان عزیز چقدر کلان حجمی همین زمین خانه خدمتی میخرید دوستان عزیز باز نرخ نواشو بعترک میگم تماشا کنید. از این دروازش آهنی اینه بیتون میتونش خشتو ریختگی این ان شاء الله باز من همش نشونتون میتیم. اینه جا پرنیک گشنیچ پشنیچ گپ چپ اینه 8 سال دیگه علاوه میکنی. خوب دوستان عزیز سه نوک اینه با کلودس مالودس داره او پوش همش نساس پاسو زدگی این کانالیزاسیون همین خیر رفتگی دوستان همین خیلی خلاصه از اینکه با تمام صنعت ترزوهاش پلاستیکی این کلودس هم تراس میره در خونه خلاصه او بارون هم در همجا میریزه. خوب دوستان عزیز این ها سیتکش به حد سیتکا پایه ها ریختگی بیتون کتی محکم یعنی که میگیری خدمت فیرما کنی برای فیرما کنی زوره اینا نگاه کنی این همسایگی شای تو اونجا را فیرما و پارنیک گپ چپ کرده رفته ان شاء الله. خوب دوستان ویدیو درست هم شب پروستا میفورم که بعد دقت نشون تو بتیم که با نگه کی اجوشن نشون دادی این اجوشن ندادی این سیور اختیام توی سیو بخریم. خوب دوستان خلاصه از این ما که تو اوسن رفتن نمیتونم همه خیلی این همون تو هم جنگل میبینی رنگی اون همه زمین کردگی همه میتونه پول نسیمی یک هکتار بگیره زمین مینه فیرما مینه برای قیمت نیست نرخ نواش. خوب این سیو نوک گپ چپ سیورم چورشنگ سیو بخریم. خوب خلاصه دوستان ممکن یا دو روز بعد ما ویدیو را پارتونیم به خاطر که یعنی از شهری دور میریم ویدیوها بسیارن اما این ویدیو در خود صفون و کردگی این ها دوستان عزیز پول نسی همین خیلی زمین پمین همش ایختون میشه و این همین خیلی خلاصه از این نشان دادم با کروک حاضی میریم درون نشان میتیم درونی خونه را. خوب دوستان عزیز میریم درونی خونه را نشان میتیم اینا با این پراشا سیتکش هم نشان میتیم بناگه که یا پراشا نشان داد یا پراشا نشان نداد. اینا دوستان عزیز زبور اینا بیتون همشو ریختگی سیتکا مخم کردگی اینا دوستان عزیز حاضر میداریم درون عزیز میریم درونی خونه میدرویم. خب دراش آهنی اینا این خونه یکم دوستان عزیز دوستان عزیز ما اومدیم یکم مخدوم در یکمش خونه کی کوخنی بود یا قدر کلان کوخنی گاز پاز خلادنی پلادنی خلاصه کسی یا بگیره هم میدره پروسو زندگی مینه با همه چیزش قطعی همون مثلا برادری کامپرسن با همه چیزش بکلام این حتی میدرم یکم کوخنی بعد یکم اول بگیم چیش بدرم وانش بعد این وانش دوستان عزیز این همه چیز شرایطش او فو همه بولو کلاپو کاروچی او بوزی اونیتاز این دوشاوی چی میگن اینش او گرمک او خنکنه خلاص از این میشوه کوخنی دوستان عزیز میدرویم در چی در خونه اینه بسم الله الرحمن الرحیم اینه کلیدورش دوستان کلیدورش چند به چنش کنم 1 2 3 4 متر کلیدور شد 4 متر 4 در یک یا 4 در یک کلیدور شد میدرویم دستیروس یکم خونش دوستان عزیز با تمام صنعتش دیوان پیوان کسی میگیره هم تا پروستو میگیره زندگی میکنه فقط فول اینا میگیریم دستی چپ چی میشه دیوم خونه دوستان عزیز
این ای دیم خونه. خوب دوستان عزیز میتونی انشالله با دیوان پیوان فانیر قروچی همه اینا همش کار میکنه، همش به حضور میگذارین. راستکی سیم خونه اینا با سیم خونه است با پلاس مالاس قایدوی. اینا بچه‌ها کم میگیره کدیسون. اینا بچه‌ها چیه اختاش کلاکی کلی بچه‌ها خدمتش بگیره. اینا خوراکش خلاصه همه شرایطش هست. هر یک کامنته دوستان عزیز خیلی شوخی می‌کنم گاگو هر یک کامنتش پلاس قالین و شکاف و بعد با خوبی شوخی دوستان عزیز چیاشون پلاستیکیان این ای ترزوش همش پلاستیکن. خوب دوستان خیلی دیگه من نمیدونم چی بگم. خیلی شرایط با خودم سوم داشتم حاضر خودم میگرفتم که با نگم که خودت نمیخریش یعنی من ندارم شرایط. خلاص از صحبت درش دارم چیکنیم کوخنی. دوستان مهربان خانه با 1 گکتار زمین گکتارش میگن 1 گکتار زمین با حوالی پرنیک گشنیچ پیاز با خانه پلاس قالین لوله گاز خلدین پلدین کروچی همه 900,000 میگیم نه که با سودا میکنیم همه‌اش 500 گفتیم خلاصه در 400 چند فروختیمش 420,000. خلاصه از اینکه انشالله ایشم نرخ نوای خوب میکنیم. فقط خواهش میکنم از شما بیکار زنگ نزنید. کدمت خانه خری کدمت فیرما و گاو مال و گوسفند میکنی همون شخصا زنگ بزنن. مردم هم کار و زندگی دارن. خداوند نگهبان تو دعا کنه پروردگار دعا ما که این خانه را فروشیم و در کار خیریانه که با نگه چای بچه فروخته شده برای بچه خیلی زنده هر یک انسان مشکلات زندگی خچ داره که گفته در کار نیست و نگه موبیلیزاسیون گرفته شده یا چه ممکنه. خب خانه مستحکم کروگش محکم 1 گکتار زمین خانه و در با 3 در خانه با کوخنی و وانه پنه و دوش پوش قایدویش دوستان عزیز همش فروخته میشه در 900,000. شاید اگر با آدم میگن که همین زبان شیرین ما را هیچش میبره زبان شیرین باشه ممکن ارزونش کنه. خداوند نگهبان در حق ما دعا کنه. از شما خواهش یک کمی ویدیو را پنگ کنید تا مردمی که نیاز دارن آیی به خانه بخرن. السلام علیکم دوستان عزیز. این راه شای با نگه که راهش خیلی نه راهش به خانه 800 متر به خانه را قریب 1 کیلومتر به خانه را و خصوصی خانه کمتر یک دیگه ایسین اسفالت این حاضر میریم در رای کلون یعنی که تراس کلون این ای طرف دستی راست سنتن مینسک ایس مسکو این راه نه بود دیگه این فروها را ببینید.